تهران درمانی عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دیسفاژی یا اختلال بلع به وضعیتی گفته میشه که برای انتقال غذا از دهان به معده نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتری باشه. این اختلال‌ها در همه سنین ممکنه پیش بیاد، ولی معمولاً در سالمندان مسن‌تر شایع‌تره. اختلال بلع هم برای بلعیدن و خوردن جامدات ممکنه پیش بیاد، هم مایعات، و در واقع قورت دادن غذا مشکل داره و گاهی هم حتی کسایی که اختلال بلع دارن آب دهانشون هم نمیتونن قورت بدن و این یه عوارضی ایجاد میکنه. علائم بیماری اختلال بلع در واقع پریدن غذا به حلق حین غذا خوردن، این میتونه باعث عفونت ریه بشه یا پنومونی، احساس گیر کردن چیزی در گلو و سینه، سرفه و پرت شدن غذا به بیرون، پریدن غذا به گلو، حس خفگی، سوزش مداوم سر دل، صدای گرفته و خشن، مشکل در تنفس، سرفه حین بلع، آبریزش دهان، بلع دردناک، کاهش وزن و کم آبی بدن. علل و عوامل پرخطرش عادات بد غذایی، مشکل در خود مری، اختلال در اعصاب و عضلات، اختلال عملکرد مغز، آسیب به مغز و نخاع که میتونه اعصاب مرتبط با بلع و دچار مشکل کنه. عللش هم در واقع سکته مغزی، تومور مغزی، آلزایمر، آسیبای تروماتیک یا ضربه زننده به مغز، مشکلای عصبی که به صورت در مرور زمان تشدید میشن، مثل بیماریهای پارکینسون، MS، ALS و این دست بیماری ها. سلامت و تندرست باشید.